سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوب هستین؟ علی هستم با یه گیم پلی از وارزون بلک اپس 7 در خدمتتونم روی PS5 اسلیم عادی، یه دسته دیجیتال روی مانیتور با رزولوشن 1440p یا همون 2K و اینکه برو ببینیم چجوری میشه. گرافیکش که خیلی خوبه، شارپنس عالی. حالا آخر ویدیو هم براتون تنظیمات گرافیکی حتما میذارم، پس بریم که داشته باشیم. فقط من همین اول بگم که من از این گریپ‌های شوک کنترل فریک استفاده میکنم، فوق العاده است، حرف ندارم. مدل گلکسی مشکیش استفاده. خب اول اصلا باید بهتون بگم که اولین چیزی که چشم آدمو میگیره شارپنس خیلی خوبه بازیه. با توجه به اینکه بازی رو کنسول داره ران میشه، رو پی سی نیستش. معمولا رو پی سی خب شارپنس خیلی بیشتره، بهتره، ولی خب پرفورمنس خیلی خوبی داره، خیلی روونه، 120 هرتز آنه و اینکه خب تصویر خیلی خوب و تمیزی داره. این آپدیت جدید ریورس آیلند هم که حالا این درختای شکوفه دار و اینا رو اضافه کرده خیلی خوبه، مخصوصا اینکه زون دیگه اون چوس سبز رنگ نیستش که میومد و آدمو خفه میکرد و از اینجور داستانه. الان دیگه استورمه، یعنی طوفانه، بارون میاد و یه فضای باحالی داره، خوشگل‌تره، قشنگ‌تره. از تصویر و اینا که بگذاریم به گیم پلی میرسیم. من واسه اینکه اینجا سگ کش نشم اینجا یه لوت کوچولی میکنم، به خاطر همین تندش میکنم. برو بریم. خب خیلی زود اومدیم برگشتیم خدمتتون. اولین چیزی که شاید براتون سوال پیش بیاد اینه که البته الان زوده، من چون یه جورایی علی آینده هستم و از آینده خبر دارم و میدونم چه اتفاقی قراره جلوتر بیفته دارم بهتون میگم. ممکنه سوال بپرسید که چه لابی اسکولیه اینا دیگه کیان؟ وی پی ان زدی، دی ان اس زدی، چه گوهی خوردی، چیکار کردی؟ من هیچ کاری نکردم. من اکانت قبلی و متاسفانه نتونستم بیارم بالا، یعنی اینفورمیشنشو واقعا یادم نیست چیشو، و اینکه مدت زیادی رو پی سی سینک بوده، روی چیزای دیگه سینک بوده، خود اون ایمیل رو ندارم، بهش دسترسی ندارم. مثلا نگم براتون یه اکانت خیلی خوبه چندین ساله رو تقریبا از دست دادم و این اکانتی که داریم باش بازی میکنیم لول خیلی پایینی داره، این تازه شروع کردم باهاش، به خاطر همین لابیای خیلی خوبی میافتن. خب از این حرفا که بگذاریم، گیم پلی خیلی خوبه، خیلی نرم و ردیف و که اصلا راجع به گانا صحبت نمی کنم چون اصلا خوشم نمیاد از گانای بیو 7. به نظر من وارزون توی همون مودرن وارفیر 2019 تموم شد. بعد البته که حالا جا داره دوباره برگرده، مثلا من مودرن وارفیر 3 رو هم به عنوان وارزون قبول داشتم، خداییش خوب بود. مودرن وارفیر 2 هم بد نبوده، ببین اون اگه موومنتش رو ردیف میکنه اصلا به نظرم با گیم بدی نبودش. راستی بچه ها اینجا من اتچمنت هم نشون میدم، میتونید بردارید خودتونم بچینید روگانتون رو استفاده کنید. اینجا رو نگاه، وقتی هم فلجی هم میخوای بپری نمیشه که، قاعدتا شدنی نیست. ولی انصافا این تم جدید ریورس آیلند خیلی هستم، مثلا خیلی وقت بود که یه پیوهای جدید نداشتیم، مخصوصا که یه مقداری هم رنگش عوض شده، اون تم سبز و زرد چوسی از روش برداشتن، خودش یه دنیا. حالا شما باز نظرتون رو بگید که کدوم ورژن ریورس آیلند دوست دارید؟ ریورس آیلند برفی رو دوست دارین یا ریورس آیلند چوس زرد یا ریورس آیلند باد و بارونی؟ کدومش؟
اصلا از سطح بازی این بنده خدا تو لابی خودش من شرمنده شدم. آقا من نمیخوام اینجوری اینا رو پرورشون کنم، چیکار کنم این بیچاره انقدر اسکلن. واقعا اصلا از یه حالی میشم، عذاب وجدان میگیرم. امیدوارم زودتر ذره لابی های بهتر بیفتم. تبره آخ آخ، خیلی تبره آخ آخ. بچه ها واقعا ریسپانس تایم خیلی خوبی داره دسته پلی‌استیشن، مخصوصا که خب بای دیفالت این دسته 1000 هرتزه و اینکه خب عالیه. این دیگه چه اتفاق سمی بود. یعنی ببین هیچ حرفی ندارم بزنم، هیچی ندارم بگم. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. خب اینجا لوداتمون رو دوباره برمیداریم و چقدر بدن تر از همیشه میایم. اینجا داشتم همینجوری واسه خودم فر میخوردم که یهو یه صدایی شنیدم، گفتم ایناش. اینجا از اونجایی که تعدادشون زیاد بود منم بتمن نبودم، یه نیدو نمکی انداختم که حالشون رو بگیرم، از سمت چپشون اومدم یه ناک گرفتم، بعد رفتم از این سمت ناک بگیرم، بعد رفتم واسه ناک سوم چی کار دارم میکنم. ولی خب یه مشکلی وجود داشت، این که خب من شیلد نداشتم، یه استیم زدم و فقط تونستم که گانامو ریلود کنم. نفر 4 تیمشون خیلی بهم نزدیک بود. اینجا فقط تونستم یه دونه شیلد بردارم، یه دونه شیلد بذارم، یه ریلود بکنم، برم سمت یارو و بعدشم ریدم. های اولش گفتم من بتمن نیستم. بله گیم پلی کات نداره و میدونم که دارید ناله میزنید که این اسپکتار رو نبینید، ولی نمیشه باید ببینید تا چشتون که قربون چشتون برم ببینید فقطون بشم، چون که گیم پلی بدون کات هستش دوستان عزیز. خب اینجا دوری برمیگردیم به دیوونه خونه، یه فر میخوریم، 2 تا شیت برمیداریم، یکی اومد دنبالمون، دیوونه است یا دنبال من میفته، نه یا داشت دنبال من، نه یا دوست عزیزمون رو راهی دیار باقی میکنیم، گانشو برمیداریم و میریم به سمت کجا؟ اگه گفتین لودات مشخص. خب اینجا سخت دنبال اون گروهی بودم که نفر 4مشون منو زد که ناخودآگاه اینجا نفر 4 پیدا کردم. نمیدونم اون 3 نفر دیگه چرا دوره مرده بودن، ولی مرده بودن فکر کنم. اینها تازه نفر 4 میره، اون 3 بود، این 4. ببین سلطان من اشتباه میکنم گاهی حتی از آینده. یه نید نمکی و بیرون زارت. اینجا انتقاممو گرفتم، به قول معروف زدم پسش. داشتم از خودم همینجوری میچرخیدم و رنده میکردم تا اینکه یه اتفاق خیلی جالبی افتاد که حالا جلوتر خودتون میبینید و مطمئنم شوکه میشید. یه چیزی هم سریع راجع به گرافیک کنسول پی سی بخوام بهتون بگم دوستان، وقتی ما رو کنسول میگیم 1080 منظورمون 1080 نیتیو نیست، منظورمون 4K هستش که به زور آوردنش کردن 1080 و خب کیفیت خیلی خسته‌ای داره. ولی شما وقتی رو 2K بازی میکنی، از اونجایی که تصویر 4K و 2K هم به نوعی شارپنس خیلی خوبی داره، یه جوری تصویر خیلی بهتری از پی سی میده. یعنی روی 2K شاید مثلا اون
یه سری شارپنس و یه سری به قول معروف اگزاجره بودن رنگ ها و اینا رو توی پی سی که داریم اینجا نداشته باشیم. ولی تصویر به شدت خوب، سایه ها خیلی خوب و دقیق، به قول معروف روی تنظیمات گرافیکی خیلی بالای کنسول به صورت دیفالت، یعنی که شما نمیتونید زیاد دستکاریش کنید تا مثل پی سی. یعنی شما رو پی سی میتونید حتی بافت ها رو کم و زیاد کنید و خیلی کارهای دیگه. در نهایت میگم کنسول، حالا چه ایکس باکس چه پلی استیشن، روی رزولوشن 2K یا 1440p به یه جوری خیلی تصویر خوبی داره. چون آرامیشی تو بازی ها که اصلا چه خبره، من واسه خودم اینجوری دور میزنم هیچکی نیست، چیکار دارم میکنم اینجا؟ فقط میتونم بگم فرار، الفرار. یه ثانیه بعد از اینکه داشتم میگفتم چقدر آرومه، حمله از همه سمت یه تیریس ریزی میخواستن با هم انجام بدن که خوشبختانه موفق نشدن. همیشه مواظب کسایی که یوقیت میشن باشین، چون ممکنه برن یه ولی سمت دیگه اینجوری خرابتون کنن. این دوست عزیزو اسکل دنبال من کرده، عقب افتاده. بچه ها رو هم که 10 بار خریدم. اینجا بود که دیگه کم کم داشتم اسم کردم که آره علی این هایکیله، تو به برد داری نزدیک میشی، کم کم داری لاوی جمع میکنی و الان هست که دیگه بردو برای خودت کنی. دوستان هم که برگشته بودن همه چی عالی بود تا اینکه یه قزمیت بی شرف یک پشت اینجوری کرد. وای این یکی هم از این بر لحظات خیلی سختی بود، پر فشار، پر درد. خب البته همه ویدیو هم قرار نیست به برد ختم بشه. خب ویدیو تموم شد، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه خیلی حال کردید لایک کنید، اگه دیگه خیلی حال کردید کامنت و ساب. بای بای.